مکه مکرمه در زمان جاهلیت هم دار امن بود. حتی قاتل پدری خود کسی در اونجا تعرض نمیکرد. بعد از اینکه اسلام آورد پشتی ازی نگرد که چقدر امن آمده. قرآن کریم به عجیب نکته ها اشاره میکنه. انسان زندگیش در کجا خیلی اهمیت داره؟ جایی که مطمئن است، دل آدم آرام میگیره، در اونجا تشنج، ببندوباری، خوف نداری که کسی آبروی تا بریزه، خوف نداری که کسی عزتی تا به عزت بسازه، خوف نداری شخصیتی تا توهین کنه، خوف نداری مالی تا کسی بگیره. اطمینان و امن وقتی در یک جا باشه، اونجا زندگی یقینا که زندگی درسته است. امروز خب ما 1000 اضطراب و پریشانی است، کس حتی باور نداره. در بازار میره، در بازگشت خود ایران است که دزدالی مرا نگیره. کدام؟ نه امن است. نیروها آمده از ممالک 10 سال میشه. چقدر میشه؟ 13 سال میشه امن آورده. کلی راههای ما را چکای از یا گرفته. هر کس نامش قماندان شود باز بری خانهش مکمل. چقدر کوچا بند میشه. مردم به تکلیف از میمانی خدا آورده نمیتونه. به عزت میشه تا که میمان در اونجا میرسه. ده تلاشی میشه. کدام عزت هست همیالی؟ امن نیسته. هر دین الله متعال امن میاره. مکه مکرمه میطور قریه بود. الله متعال حالاتش بیان میکنه. فکفرت، اونجا یعطیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله. از نگاه مادی خود مکه زرزمین کشت و زراعت نیست، اما الله متعال طوری کرده که از هر جای دنیا هر وسیله که تولید میشه اول در مکه است. میبینی شما همه چیز اونجا آمده است. لیکن مردم چی کردن؟ فکفرت بانعم الله، انکار کردن به نعمتهای بزرگ الله، خصوصا نعمتی رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر آمد. این مردم ها در شرک و کفر بود. این مردم ها ببندوبار بود. این مردم ها یکی دیگه خود قتل میکرد. این مردم ها زندگی انسانی قطعا نداشت. لایق ہوی بود که هر سخن پیغمبر علیه السلام به طلا نوشته میکرد و به گوش دل میشونید، دستی عمل میکرد. چرا؟ پیام پیغمبر علیه السلام یقینا با ارزشترین پیام بود، با ارزشترین سخن بود. اما این مردم چی گفتن؟ به باد مسخره. گاهی شاعر گفت، گاهی دیوانه، گاهی نعوذ بالله کاهن. تاسف است. این درس است برای ازی قرآن که حالتا را بیان میکنه برای قریه، درس به ما میده. نبود حالات افغانستان ما همینطور نبود. الله متعال یک تعداد از علمای حق پرست توفیق نصیب کرد، رفت در مختلف جاهای جهان تحصیل کرد، علم حاصل کرد، قرآن یاد گرفت، حدیث یاد گرفت. پس آمدن برای دلسوزی ملت خود که دلشان زیاد درد کرده بود قرآن شروع کردن. اما مردم قرآن گرفت در سر فرقی سرش زد. نه تنها که در مسجد جای ندادن، حرکت کو تو خانه تا اینجا زندگی نمیتونی. این گپا شده. این نعمتهای الله را که کسی کفران میکنه، ناسپاسی میکنه، الله این نمی قسم باز میکنه. الله میگه که به لباس جوع ما چشاندیم. چشیدن توسط لباس میشه؟ چشیدن توسط لباس اشاره به ایسته که اینجا چشیدن اینطور نیست که تنها در زبان باشه. ما اینمی گرسنگی و خوف لباس وارد جور کرده، مثل که لباس کل بدن انسان احاطه کرده، سر وجود انسان در خوف و خطر باشه، در گرسنگی باشه. امی رقم حالت سرشان آورده. پیش پیغمبر اسلام آمدن عذر کردن که رسول الله دعا کو که مردم ها استخوانای کونه را در دیگاه مینداختن، جوش میدادن، بخوردن، دیگه چیزی باقی نمانده بود. اما طور حالت سرش آمد. پیغمبر اسلام بعد از او دعا کرد با وصفی که کفار و دشمن بود. اما طور حالت سرش آورد. الله متعال را بیان برای ما میکنه. او خو حالت واقعی بود که تیر شده بود. اگر ما ناسپاسی نعمتهای الله را میکنیم، همین طور حالت بر ما میآید. امروز خوف لباس ما جور شده یا نشده؟ مواد خوراکیتان چطور است؟ هر دفعه لحظه آرد و روغن قیمت شده، دلار بالا رفته، کلدار بالا رفته، تمام روز همین حالت است. هم گرسنگی است با وصف فریمانی پیسه، گرسنگی وجود داره، و هم خوف هیچ پرسان نکن. الله متعال با هر قومی که اینمی قسم ناسپاسی نعمتهای الله متعال میکنه، حالت سرش میاره. خو اینجا الله میگه بما کانوا یصنعون، به سبب ازی که یا به طریق دوام
امی جنایت یا ضدبازی را در مقابل دعوت پیغمبر عادت خود جور کرده بود. صنع او چیزی را میگه کدام عملی که به طریق دوام انجام داده میشه و عادت مردم میگرده. تاسف در اینجاست که گناه ها عالی عادت مردم شده. موسیقی را حتی کسی به خاطر که زیاد شنیده میشه، مجلس ها گرفته میشه، هیچ کس بد نمیبینه که نارواست یا روا. ریلوچی و فحاشی و عیاشی عالی هیچ بد دیده نمیشه. سودخوری عالی بد. 4 روز بعد شما شراب ببینه اگر امی رقم نشد در چی که میگه که فخر کنه به نوشیدنش، در سری را اگر ننوشیدنی نمی جا نشانه باشه. این گناه ها روز به روز نمی قسم در بیرون کشانده میشه، جهر میشه. باز الله متعال عذاب خود آورده میره. ولقد جاءهم رسول منهم، یقینا آمد برای نمی اهل مکه پیغمبری عظیم و شان قابل قدر منهم از جنس خودشان که مکمل شناختی واقعی از این پیغمبر داشت، امانتش، صداقتش، نسبش، کلش. فکذبوه، نسبت دروغ به پیغمبر کردن، گاهی شاعر، گاهی کاهن، گاهی ساحر، گاهی مجنون، گاهی صابی برشان گفتن. دینی پدرها را اعلا کرده. حالی هم وابی میگه، او وقت صابی میگفت. حالی میگه وابی شده، دینی پدرها را اعلا کرده. و دینی کدام پدر؟ پدری چوپان که لا اله الا الله را یاد نداشت. در قبر همی تو رستاده میشتون میگه آمدم تق 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 اولاد بده، نان بده. اینطوری دینی همون پدرم بپذیرم. عجیب است. اونجا هم میگفتن فاخذهم العذاب، و گرفتیار عذاب الله و هم ظالمون، در حالی که یا مشرک بودن، خیلی تعدا و تجاوز کردن در حق اینطور شخصیت، دعوت اینطور شخصیت نپذیرفتن. فکلوا مما رزقکم الله، بخوره از خود پندارهای را جور کرده بود. این حلالی حرام، این حلالی حرام، کلش مبنی بس خرافات و نعوذ بالله خود ساختگی ها. الله متعال میگه عجیب است، این حل و حرمت مردم میکنه یا الله. فکلوا بخوره مما از آن چیزی که رزقکم الله، روزی داده برایتان الله، حلالا طیبا، حلال باشه، حرام ممنوع نباشه در شریعت، طیبا پاکیزه باشه. طیب او را میگه که نفرت نکنه طبیعت انسان و چی اهلیت نمو پرورش داشته باشه. وشکروا نعمت الله، شکر گزاری، سپاس گزاری کنی نعمت های الله را. این کنتم ایاه تعبدون، اگر هستی خاص الله را عبادت میکنی، اگر الله را خاص عبادت میکنی، نسبت نعمت به الله کنی، نه به مخلوق الله. که نعمت الله براتون داده باز شما نسبتش به غیر الله میکنی. اولاد الله داده نامیشه سخیدات میمونه. جور الله کرده تا شفا، باز گوسفند گرفته بغبغ کرده دو پیان میبره، در شهدای صالحین میبره. عجیب است. این کنتم ایاه تعبدون، اگر خالص الله را عبادت میکنه چرا نسبت نعمت به الله نمیکنه که به دیگران میکنه؟ انما حرم علیکم المیتة، یقینا حرام کرده الله بالای شما المیتة، مرداری را، و دم خون، و لحم الخنزیر، گوشت خنزیر، و ما اوهل، او چیزی که اوهل آواز بلند کرده شود، لغیر الله، برای غیر الله، به بالای او چیز، به طریق در وقت ذبح یا بدون ذبح، به طریق نظر، بس که گفتی که به نام فلان، این به نام حسین، این نظر حسین است، این نظر بی بی سی، نظر فلان است، بالکلی حرام شد، خلاص مکمل دیگه خورده نمیشه. این نظر غیر الله است. این برای تعظیم پاچا صاحب، حالا گوسفند میبریم یا گوه میبریم برای تعظیم پاچا صاحب بردی، حرام شد، ولو که ذبحش به الله اکبر و بسم الله میکنی. چرا که به نام ازو شد، به نام ازو، به نام ازو که گفتی آواز بلند کردی. در سوره بقره و در سوره مائده این آیت تشریح شده قبلا براتون که چرا این حرام است. یکی خو الله این محرمات اصولی است که در کل ادیان حرام بوده، یا این خلاف زعم مشرکین که میگفتن وای این حیوان خودشان نگه ذبح میکنه حلال که الله ذبح میکنه، الله که میکوششه مردار که میشه، ایره باز یا حرام میگه. چرا اینطور میگه؟ الله میگه به خاطر حرام است، بس الله حرام کرده. براتون گفته بودم مرکز تجمع میکروبات در کجاست؟ خون. تلاش میکنه که در خون خود برسه، به خاطر که خون در کل بدن انسان جریان داره و میکروب میخواد در کل بدن تسلط حاصل کنه. از همون خاطر در وقت ذبح میکروبات توسط خون میبره، پس در خون یک دم میکروب است. مرداری چون خونش نمیبره کل میکروب در بدنش باقی میمانه. میتته و دم اینطور است. لحم خنزیر چرا؟ با جوشاندن هم دو قسم چیسته کرم میکروب دی پیدا میشه. کدو تریشن برش میگه که هر در یک کیلو گوشتش چند هزار میکروب میباشه در یک کیلو، توسط پختن باز بین نمیره. امروز طب جدید تحقیق میکنه
حقایق اسلام حالی برملا میشه به این بدبختا که سالا گوشت خنزیر خوردن، مبتلا به امراض گوناگون شدن. چرا امو امراض در دنیا اسلام نیست؟ شما یک دفعه در دنیا کفر بری مرضا رو ببینی که عجیب مرضاست. ما خو عقیده داریم که الله حکیم است، هر اون چیزی که ما را منع کرد حتما ضرر انسان استش. آدم علیه السلام از درخت منع کرد، ضررش بود. ما عقیده داریم. او داستان آدم علیه السلام ما را تعلیم داد که چیزی را الله ممنوع کرده به نقص انسان است، از خوردنش منع کرده باید نخوریم. ما علم نداریم، عقل ما ناقص است، نمیفهمیم، درک کرده لیکن دو است دیگه هیچ چیز که نباشه. خنزیر خوردن آلی ببینی غیرت از واره. نعوذ بالله در پیش رویشون در ملای عام در پارکا زنا صورت میگیره. حیوانات که حیوانات از پنهان میکنه خدا. اما این بشریتی که حیوان دوم گشته در اروپا، این را ببینید کدام چرا غیرت نداره. این قصه ها را براتون کردم در اوجا، باز تفصیل نمیکنم، مراجعه باز در اوجا بکنیم. فمن استر غیر باغ، کسی که ناچار میشه در حالی که تجاوز نمیکنه ولا باغ بغاوت نمیکنه، یعنی اینطور نه که به خاطر لذت بخوره، ولا عاد تجاوز نکنه، حق دیگه کس پایمال نکنه. فإن الله غفور رحیم، یقینا الله مهربان رحم کننده ذات است. در اینطور موقعی که جان در خطر میشه، در دشت و بیابانی هستی، غیر از مرداری دیگه چیز نیست، غیر از گوشت خنزیر دیگه چیز نیست، غیر از نذر غیر الله دیگه چیز نیست، بالکل تناول میتونی خب به قدر ضرورت، به مو اندازه که تو کفافت شوه که تو نموری. ولا تقولوا لما تصف السنتكم، نگوی برای آن چیزی که بیان میکنه حکم از او را زبانای شما دلیل نداره. الکذب دروغه، هازا حلال که میگی حلال است و هازا حرامونی حرام است، لتفتروا علی الله الکذب، که جور کنی بالای الله دروغه. کفتر شاید و شمشیر حرام است. کی حرام کرده؟ کی را حرام کرده؟ بله اگر کسی به خاطر نظر آورده باشه به نام شاید و شمشیر بازو حرام است. اما همونطور کفتر در اینجا زندگی میکنه، شکار است، الله مباح کرده، تو میگی نه حرام است. از همون خاطر مردم نمیخورش، میترسه. از کی میترسه؟ از شاید و شمشیره، ضرر برام میرسانه. عقیده تو آدم خالص توحید است؟ نه، عقیده شرک داره. چرا؟ از ناحیه شاید و شمشیره علیه رحمت چی داره؟ حراس داره، خوف داره. عبادت ارکانش خو میفهمه، محبت کامل با کمال عاجزی با امرای خوف از الله و طمع ثواب به سوی الله. تو یکی از یارا برای مخلوق ثابت میکنی. از او خاطر عقیده توحید درست نیست. این حلال است، حرام است. لتفتروا که جور کنی علی الله بالای الله الکذب دروغه. کی را حلال و حرام کرده؟ بگو. ان الذين يفترون على الله الكذب، یقینا کسانی که جور میکنه بالای الله دروغ، لا یفلحون، یا قطعا رستگار و کامیاب نیستند. مشرکین برای خود پندارهای غلطی داشتن، صایبه و حام و چیسته، بحیره و اوجا وسیله که پیش در سوره مائده تیر شده بود، وارا میگفتن چیسته حرام. شطور که دینی سن برسه اینی قدر اولاد بیاره، چوچه بیاره، باز خلاص حرام. آلی سوار شدن سریزی حرام. این گپا را خود ساخته بودن، کدام دلیل و اصل نداشتن. حالی هم همونطور است. چوب پنجه چیناری که در پالوی قبر است، کسی یک چوبکی خاشاکیش هم سوختانده نمیتونه و که خشک میشه و افتاده همونجا خاکستر گشته نمیسوزانه. چرا؟ یه حرام است. ما براتون قصه کرده بودم نه، در یک جای که رفته بودم بامیان، بیدی خشک دیدم، سرخ بید که چوبای خشک افتاده. ما وقتی زمستان رفته بودم اونجا تدریس میکردم، امرای شاگردان هم بودیم، یک جای میمان بودیم. چرا این درخت از کی است؟ گفتی از کسی نیست، این میخی دلدل است. میخی دلدل چی مانا؟ شما همین مردم عوام افغانستان هست کنید دلدل چی را میگن؟ به نظر از جای یک اسبی هسته که چیسته بگوی این قدر کلانیش است که میگه خودش در دمزنگ استاد میشه و خورش در کوی زنبورک میبود. اتوری واهیات و مزخرفات و توهمات است در ذهن مرد. خو او طرفی کو یک دانه گل در بیخی قاده گل صفحه جور شده بود، گفتو او خورش است. این دلدلی کلان بود که از این روخی کو دو روخی کو اینجا میکش بود. خو نه مولی سیبیره که کسی ببره، یک نفر برده بود در آسیا، از شانش اوسی نشده بود، آخر پس آورد اینجا. ما گفتم غم نکن انشاءالله، چکه خوب این زمستانی ما گرم تیر میشه.
کوکی که حالی کسی تاور و تیشه بده بر ما. طالبا را خب شاگردا را گفتم پت بگیری از خانه. خب یک گوجه بس اوقاتی توری جاها جنیات توجه چی میگیره؟ مرکز میگیره که بری بوده آرام میکنی و چی میکنی؟ جنیات بری تو ضرر میرسانه چون مأوایش هست. ما گفتم قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخوانید چپک کنید. چوباره 24 بار چوب ما آوردیم، 24 بار. زمستان خود اینطور گرم تیر کردم که برسان نکن. ما گفتم عجیب الله خیر بده این میخی دلدله. دیگه قدر زمانه تیر شد بر ما نگاه کرد که ما زمستان سرش گرم تیر کنیم. خب عجیب است. منظور چیست؟ عقیده نیست. مردم هم این قدر داره، حلال و حرام از خود ساخته. متاع قلیل، بله امی بهره‌مندی کمی است، مردم همی طور فکر میکنه. متاع قلیل، نفع گرفتن کم است. اکثر مردم ها توسط اینمی مزخرفات، اینمی گپا و فتوای غلط یک چند مدت استفاده کرده میتونه. ای اسب آغاز در میسه گندمی مردم میرفت، کس منع کرده نمیتونست. اسب آغاز های بس خلاص بخوره هر جایی که میخوره، آزاد است. یک چند وقت نفع میگیره نمیگیره. اینجا چی است؟ اینجا جای خوی بابا دولکی است. جای خوی بابا دولکی سیره کس برده نمیتونه. یک چند وقت نفع میگیره، مجاورام از پیش فایده میگیره، مردم از کی روان است. حالا کسی چاکلیت میاره، کسی نان مغزی برش میاره، کسی بگوید مرغ میاره، کسی قروت میاره برش. اینه میچله. الله میگه متاع قلیل ولهم عذاب الیم، برای از عذابی دردناک است. از کجا ایره پیدا کرده؟ مسجد ما خادم پیدا نمیکنه، قبرا 4 مجاورای خیتکته 6 تا اینه بروتا سبز یک الله اکبر نماز نمیخونه. پاچا صاحب گفته مردم دستایش بوسه میکنه، پیسه را میبره در دست ازو میده. او بدبخت چرا پیسه را دوجا میدی؟ قرآن برات گفته، حدیث برات گفته، چرا اوجا پیسه داده رویستی؟ متاع قلیل نمیطور میگه. حلال و حرام از جان خود با اوهام پرستی را بنا کرده، همین رقم میکنه. ولهم عذاب الیم، برای از عذاب دردناک است. چرا که مردم از دین بیدین کردن. و علی الذین هادوا حرمنا، بالای کسانی که یهود بودن ما حرام ساخته بودیم ما آن چیزی را قصصنا علیک که ما بیان کردیم بالای تو من قبل و پیش ازی. در سوره انعام الله متعال بیان کرده بود. چرا یهود خیلی گناه ها کرده بودن، الله بعض گوشتا را به طریق جزا سرشان حرام کرده بود که او را کل زفر میگفت. و ما ظلمناهم، دی حرام کردن یا منع کردن، ما سرشان ظلم نکردیم. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن بودن که سر نفس خود ظلم کرده بودن، خودشان جنایت کرده بودن، سر خود حرام کرده بود. ثم ان ربک للذین عملوا السوء، باز پروردگار تو برای کسانی که کاری غلط و زشت انجام داده، به جهالت، به نادانی از عاقبت و انجامش که انجامش نمیفهمید. ثم تابوا، بعد از رجوع کردن از این جنایت و گناه خود، توبه کشیدن، من بعد ذالک، پس از عمل سو، و اصلح، اصلاح کردن آینده خود، عملا نشان دادن که یقینا توبه واقعی کرده. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا پروردگار تو من بعدها، پس از توبه کردن که رجوع میکنه از امو عمل زشتی خود، لغفورون، خیلی مهربان ذات است، توبهش قبول میکنه، رحیم، رحم میکنه، اثر گناه را هم نمیگذاره، اثر گناه را هم الله باقی نمیگذاره. آیتی که یقینا انسان امید میده. خو اینجا الله توبه کی را قبول میکنه؟ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، ربک کی میگه؟ اشاره به این میکنه کمال اعزاز رسول الله صلی الله علیه وسلم است. یقینا باز ذاتی که مالک متصرف تو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، للذین عملوا السوء، برای کسانی که عمل زشت انجام داده، گناه را انجام داده. سو هر چیزی زشته که در قرآن و حدیث خلاف است، او را کلش سو گفته میتونه. بی جهالت، به نادانی. وقتی این آیت نازل شد، یک تعداد صحابه اصلی مقصد درک نکرده بودن، پیش پیغمبر علیه السلام آمد گفت یا رسول الله، کسی که گناه را به قصد کرده، هیچ کدام ما گناه را طور به جهالت نکردیم، گناه را میفهمیدیم گناه است. پیغمبر علیه السلام گفت نه، معنای جهالتی نیست. معنای جهالت از عاقبت و انجامش است. یکی شناخت و معرفت گناه است که گناه است. هر کس گناه را کسی که میکنه، کسی که هیچ گناه را نشناخته باشه، انجام داده باشه، او گناه نیست. این طور است که گناه را میشناسی، لیکن از عاقبت و از انجامش تو جاهل بودی، بیخبر بودی که چی واقع میشه. از همون خاطر جنایت که انسان انجام میده، در آخر باز امی ابلیسی لعین میاد تو را پشیمان میکنه. در او خواب تو را حرکت داده میباشه، زیبا ساخته باشه می کاره،
رشوت، سود، ظلم سر یک کس، تکبر، همه ایگا، غیبت، دروغ. پس آن باز امی دیستی تو را پیش امی ابلیس میاد تو را ناامید میکنه که وای 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 چی کردی فایده این کار کردی. این طور است. انسان از عاقبت و انجام جاهل می باشه. اگر یک انسان بدانه که من این گناه را میکنم و این گناه اینی چی داره، عواقب داره، گاهی هم پای خدا پیش نمیکرد، خب انسان در اون فرصت چی میشه؟ غافل میشه، جاهل میشه، نمیفهم. اگر بدانه حقیقت دین از انجامش میدانست، گاهی هم اقدام به این گناه نمیکرد. پس معلوم شد که تنها معرفت گناه اینجا مراد از جهالتی نیست که گناه را نشناسه، گناه را میشناسه اما از عاقبتش بیخبر است، جاهل است. چرا در وقتی گناه که کسی گناه میکنه از در فکر عاقبتش نمی باشه، بلکه دمون نشه خود می باشه، نشه گناه می باشه. کسی که تو گناه را کرده خو الله میگه بعد از او رجوع بکنه، من بعد ذالک، پس از او رجوع بکنه. توبه تنها ایره نمیگه که در زبان استغفر الله استغفر الله توبه بگویم. قرآن کریم میگه و اصلحو، این سخن که در زبان میگه در قلب تا شده باشه، ندامت و پشیمانی مکمل در قلب دور میخوره، فکرت بالکل فرا گرفته، گیج کرده که من چرا این گناه را کرده، و بعد از او عملا نشان میدی که من دیگه مرتکب کار نمیشم، نفرت داری از پیش، تلاش میکنی که در این طور مجلس دیگه نزدیک نشوی. اینی را مردم توبه میگه. اگر همین طور توبه باشه، ولو که گناه با مثل کوه ها باشه، با مثل چیسته زمین باشه، هر قدر زیاد باشه، خو یقینا به اخلاص توبه کنه، الله متعال غفور و رحیم است. توبه واقعی توبه باشه. پیشان براتون گفته بودم شرایط توبه سه است. اول ندامت از گناه سابقه، صحیح است. دوم دستی ترک کردن همی گناه که اینا باز دیگه ادامه نده. سوم عزم کردن که دیگه باز نمیگردم بری. این سه شرط در حقوق الله است. در حقوق العبد یک شرط دیگه هم است. کدام جریمه که پیشت است، اگر تو را غیبت کردی برو پیشش مدح بکن یا بخشش طلب بکن، اگر مالش دزدی کردی مالش پس بده. این همی قسم چیزی که قابل تدارک و تلافی است او را پس برش انجام بده. این توبه عبد است. اینی را توبه میگه. اگر نه که تو یک روز نه توبه لیکن باز که برات میاثر میشه باز هم کار کرده روستی، این توبه نیست. اما اول توبه نکرده. توبه که شو پس آدم عزم میکنه که بازی گناه را نمیکنه. خب این آیت خیلی امیده برای ما انسان ها میده. چرا انسان ها خیلی ضعیف هستیم ما یقینا. بس اوقات است که ما از عاقبت و انجام یک عمل قطعا جاهل باقی میمانیم، نمیفهمیم، لیکن پسانا میدانیم. بله اینی دروازه امید است که برای ما پیداست و ما رجوع به سوی الله متعال بکنیم به قلب و به اخلاص خود. بالکل الله غفور رحیم است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.